آغاز یک سوپی دیگر رو برایتون شد. باش میگویم و از دفتر مرکزی رادیو زودی به یک شما درود میفرستم، چون همیشه در ساعت 37 با وقت پراگا من شالوگل خوجا خبرهای تاجیکستان و جهان رو در نوید بمدودی تقدیمتون میکنم. مطمئنم که چند دقیقه خود رو حتما به ما میبخشید. قبل از گفتن خبرها به وضع بود و هوا نظر میاندازیم. در پراگا امروز هوا ابری و 22 درجه گرم خواهد بود. در مسکو پایتخت روسیه نیز آب و هواشناسان هوای ابری رو پیشگویی کردند. احتمال میرود که گرمی روزانه تا 23 درجه برسد. در دوشنبه امروز آفتابی می شود. گرمی روزانه 32 درجه را تشکیل خواهد داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری بازداشت خوجا کریمов معروف به خوجا کماندی را در دبی تایید کرد. عمرجانی امام علی سخنگوی این وزارت با تصدیق این خبر روز 14 август در صحبت با رادیو زودی گفت حال حاضر هم اینترپول و هم مقامات دیگر انتظامی تاجیکستان با مقامات امور داخلی دبی برای استرداد خوجا کماندیر به تاجیکستان مذاکرات میبرند. به گفته مقامات تاجیک بازداشت خوجا کماندیر از سوی اینترپول با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفته است. خوجا کریمов 19 سال باز در خارج از کشور در حال فرار به سر میبرد و دوشنبه توسط اینترپول او را جستجو میکرد. او برای به گفته مقامات تاجیکستان دست داشتنش در چندین جنایت در سالهای جنگ شهروندی سالهای 1992 1997 در تاجیکستان مورد پیگرد قرار داشت و به جنایت‌ها ضد حیات و سلامتی انسان‌ها، آدمربایی، جنایت‌های سازمان داده شده و فراملی عیبدار می‌شود. کریمov در کشتار و غارتگری نیز متهم است. خوجا کریمov قبل از فرارش نایب اول فرمانده بریگاد مخصوص در وزارت دفاع و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود. تقریبا در سال 1999 کریمov تاجیکستان را ترک کرد. دادگاه عالی تاجیکستان امیرعلی давлатов را که یکی از طراحان آشوب در زندان خوجا نام برده می شود به حبس ابد محکوم کرده است، اما او در دیدار با همسرش گفته است که این حکم ناعادلانه است. منابع رادیو زودی گفتند که حکم давлатов و 32 نفر از گمانبران دیگر آشوب آخر ماه ایول صادر شد. بعضی ها به مدت طولانی زندان، بقیه به حبس یک عمری محکوم گردیدند. مرافعه پس درهای بسته صورت گرفته است و حکم ها رسما اعلان نشدند. روز 13 август در دادگاه عالی تاجیکستان از تفضیح حکم خودداری کردند. تحقیق پرونده امیرعلی давлатов و 32 نفر دیگری متهم به آشوب در زندان خوجاند با اشتراک چند ساختار حفظی حقوق و زیر نظر دوستانه کل تاجیکستان جریان گرفته است. پرونده آنها را بهار امسال برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده بودند. قبلا یکی از منابع آگاه از پرونده گفته بود که امیرعلی давлатов یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجاند است و برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. نام давлатов برای مطبوعات آشناست و 6 سال پیش همراه با علی مراد مخانف ساکن نوی رودکی با اتهام آمادگی به ترک کردن بینای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر و به مدت 19 سال زندانی شده بود. از آشوب در زندان خوجا 9 ماه گذشت و هنوز جزئیات آشوب شب 7 و 8 نوامبر سال 2018 را رسما شهر ندادند، هرچند بارها مقامات گفتند آن از جانب آنها تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند. در برنامه خبری امروز ما حتما به این موضوع برمیگردیم. من بعد در تاجیکستان آنهایی که مبتلای بیماری سرایتی از جمله سیل و ویروسی نارسایی مسئولیت بدن هستند ولی از معاینه و معالجه سرپیچی میکنند از 1100 تا 1650 سومانی جریمه میشوند. از اول ماه август شکل دیگر شده بند 119 کودکس جرم‌های مأموری پس از نشر شدنش در روزنامه‌های دولتی بقا یافت و حکم قانون را گرفت. مقامات دولتی میگویند این تغییر پیشروی سرعت‌شوی آدمان با بیماری‌های گذرنده را میگیرد، اما کارشناسان میگویند جریمه بستن گرفتاران بیماری‌های سرعتی که به این هم اکثرا کم‌بضاعتند یا در جریان طبابت مالکیت خود را از دست می‌دهند، حال آنها را بدتر و عمیق رفت مشکل را بیشتر می‌کند. این در حالی است که شماره گرفتاران اسپید و همچنین بیماران سیل یا زرچه در کشور رو به افزایش دارد. سفر نعیمov هماهنگساز طرح همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان میگوید یک سبب سرپیچی کردن برخی از گرفتاران سیل آن است که با آشکار شدن بیماریشان آنها میتوانند زیر تبعیض جامعه قرار گرفته و یا انگشت‌نمای آدمان شوند. بنا به آمار آخران در تاجیکستان بیش از 7000 گرفتار ویروس ویچ سپید و حدود 10000 مبتلای بیماری سیل ثبت شدند. دادگاه در شهر مسکو امروز شکایت وکیلان سمرالدین رجبов یکزاده تاجیکستان را که پس از شرکت در گردهمایی مخالفان در مسکو بازداشت شد بررسی میکند. وکیل مدافع رجبов از روی حکم بازداشت او به زینه بالای دادگاه شکایت آورده است. رجبов 21 ساله روز 2 август به حکم دادگاه تا 27 سپتامبر به حبس گرفته شد و در زندان ماتروسکای تیشینای مسکو نگاه داشته می شود. این زمان از حقوق او وکیل مدافع مرکزی دفاع از حقوق انسان پروازیشیتا ادکریت که حمایت میکند.
بازسازی این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت سامردین رجبов زاده تاجیکستان است ولی در روسیه مکتب را ختم کرده و وای رسیده است و عین زمان شهروندی این کشور را دارد. گفت سامردین روزی گردیمایی برای ملاقات با خواهر بزرگش میرفت و در راه به تظاهرات دچار آمد. مقامات او را عین زمان به 2 ماده کودکس جنایی به ترتیب‌های عمومی و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت عیبدار میکنند. با این 2 ماده کودکس جنایی او به حد اکثر 11 سال و 6 ماه زندان تهدید می شود. نزدیکان رجبов از جمله خواهر بزرگ او نخواست با رادیو آزادی صحبت کند. در روسیه عین زمان نزدیک به 300,000 نفر تاجیک تباران به سر میبرند که شهروندی روسیه را پذیرفته در مجموع زادگان تاجیکستان از سیاست خود را کنار میگیرند و اکثرا جانبداری پوتین هستند و در انتخابات گذشته به او آواز داده بودند. تظاهرات با نشان اعتراض ضد مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات روز 27 ایول برگزار شده بود که نامزدهای مستقل و مخالف را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه راه نداد. حکومت آمریکا برای کم کردن مهاجرت قانونی چاره نو را اعلان کرده است. از روی این قاعده به کسانی که شهروند ایالات متحده نیستند و شاید به یاری دولتی نیاز دارند روادید و کارت‌های سبز دادن نمی شود. قانون فدرالی الکی از کسانی که شهروند نیستند طلب می کند شهروندی دائمی آمریکا شوند و مقامی حقوقی بگیرند. مقامات میگویند باید این افراد اثبات کنند که برای ایالات متحده بازیگران نخواهند بود و یا وابسته پرداخت دولتی که حکومت حق خدمت رسانی طبی، منزل، درآمد و خوراکی آنها را میدهد نمیشوند. قرار روز 12 آگوست اعلان شد. کاخ سفید گفت این عمل برای تشویق خودکفایی و باور کناندن به آن که شبکه تامین اجتماعی که آمریکایی های آسیب پذیر نیاز دارند به خطر دچار نمیشود. مرکز حقوق ملی مهاجرت آمریکا که حقوق مهاجران کم درآمد را حمایت میکند وعده داده است برای بازداشتن تلاش‌ها به دادگاه مراجعت خواهد کرد. انتظار می‌رود که این قاعده 15 اکتبر به اجرا درآید. امروز پاکستان روز استقلالش را جشن میگیرد. سروزیر این کشور عمران خان تصمیم گرفته است این روز را در منطقه زیر نظارت پاکستان کشمیر سپری کند. دفتر سروزیر گفته است که یک عده وزیران حکومت عمران خان را همراهی نموده در شهر مظفرآباد یک کنفرانسی با اشتراک تمام حزب‌ها دایر میکند. سفر یک روزه عمران خان به کشمیر در شرایطی دایر می شود که پاکستان از شروع امنیت سازمان ملل متحد برگزار نمودن جلسه فوری برای ارزیابی اقدام اخیر هندوستان را دعوت کرده است. 5 آگوست هندوستان اعلان کرد که در ولایت جموں و کشمیر یا خود بخش زیر نظارت هندوستانی کشمیر مختاریت لغو می شود. به قول پاکستان لغو مقامات مختاریت و اندیشیدن چاره‌های امنیتی علاوگی از قبیل قیود شبگردی و صلح بین المللی تهدید نموده امکان دارد که باعث پاکسازی‌های دست جمعی در این منطقه شود که اکثر اهالی آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. روز 13 آگوست حکومت ملت‌گرای هندوستان ابراز داشت که قدم به قدم بعضی چاره‌های امنیتی را سبکتر می‌کند. در گذشته این حکومت مخابرات موبیلی، تلفن و اینترنت را هم قطع کرده بودند. 8 آگوست در پیام به مردم سروزیر هندوستان اقدام در کشمیر را برای مبارزه با تروریسم و جدایی‌خواهی ضرور دانسته بود. در نویه سریاغوش قزاقستان صاحب اتوبوس 3 سال از آزادی محروم شد که ابتدای سال گذشته در نتیجه آتش گرفتن آن در شورای ولایت اختیپه این کشور 52 مهاجر ازبک جان باختند. خدمات مطبوعاتی دادگاه نویه 13 آگوست اطلاع داد که طلب جانب جبردیده قانع و شهروند 46 ساله قزاقستان اردوخان مختیف برای به استفاده دادن واسطه نقلیات کورنوشایم زندانی شد. خود مختیف در دادگاه گفت که از حکم راضی نیست. اتوبوس عامل مهاجران 18 ژانویه سال 2018 در مسیر چمکین سمره آتش گرفت. در این اتوبوس 57 مسافر حضور داشت که 52 تن آنها در جای حادثه جان باختند. همه هلاک شده ها شهروندان ازبکستان بودند. جوانی بداخلاق برای دستدرازی 5 شبانه روز در حبس مأموری میماند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر میدهد که در پی وارد شدن شکایت یک جوان دختر همگی بعد یک شبانه روز راننده ماشین را دستگیر نمودند. در وبسایت این نهاد گفته می شود که زاروبیدین دولتوف سال تولد 1992 و ساکن نویه رودکی سنه 12 آگوست تخمینا ساعت 8 بیگاه هنگام اداره نمودن واسطه نقلیه در کوچه بربد شهر دوشنبه از سریزه اتوماشین خود قسمت رانی پای چپ جوان دختر را دست رسانیده همزمان با الفاظ قبیح شأن و شرف او را پس می‌زند. با در نظر داشت حالت مذکور بازداشت شده با حکم سود نویه سینو برای کردار مایده و بوش جزا در نبود حبسی مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد.
و دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان که بازی سومش را در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی با منتخب جوانان ازبکستان با حساب 2-2 انجام داد، همکنون برای مدال‌های طلا با تیم ایران رقابت می‌کند. بازی دور چهارم مسابقات میان دسته‌های منتخب تاجیکستان و ازبکستان شب 13 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. در دور پنجم و آخرین مسابقات که روز پنجشنبه 15 آگوست دایر می‌گردد، در ورزشگاه مرکزی دوشنبه نخست ترکمنستان با ازبکستان و بعدا تاجیکستان با ایران بازی خواهند کرد. در بازی آخرین تقدیر مدال‌های طلا حل خواهد شد و برای در این مسابقات غالب شدن منتخب تاجیکستان را تنها پیروزی قناعتمند خواهد کرد و اما به تیم ایران نتیجه مساوی کافی است که برنده مدال‌های طلا گردد. و طبق قرب اسعار خارجی که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است، $1 43 درم، $1 10 58 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 143 90 درم. سپاس برای همراهی و ما شما را در دوام روز منتظر می‌شویم.